آنالیز و تحلیل چهره قسمت دوم. بچه همونجور که میبینین این صورت تقریبا کشیده است و ما مجبوریم که ارتفاعش رو کم کنیم از طریق کانتور پیشونی و کانتور چونه. برای جذابتر شدن صورتش بهتره که کانتور گونه رو به صورت گرد بزنیم و زیر بینیش رو یه ذره کانتور تیره بزنیم که ارتفاع بینی رو کم کنه. یادمون باشه برای کانتور بینی لازم نیست اونو به ابرو وصل بکنیم، چون اینجوری باعث میشه که صورت کشیده تر به نظر برسه. در مورد چشم ها، چون که یه ذره باریک و کوچیک‌تر نشون داده میشه توی صورتشون، بهتره که چشم ها رو بزرگتر بکنیم. اینجوری جذابیت صورت بیشتر میشه. توناژ پوستیشون تقریبا نیوتراله، یعنی خنثیه، ولی برای اینکه یکم گرمای بیشتر و جون بیشتری به صورتش بدیم از رنگ‌های گرمتر استفاده میکنیم. یادتون باشه وقتی میگم گرمتر دقیقاً منظورم گرم نیست، یعنی از حد وسط یه ذره گرمتر استفاده میکنیم. ابروها نرماله، لبهاشون نرماله، نیازی نیستش که تغییر بهشون بدیم. در نهایت یه سایه اسموکی براشون در نظر گرفتم که یه مقدار شاین زدم. میکاپش دوست داشتی؟ اگر تو هم دوست داری صورتت آنالیز بشه، کلمه آنالیز رو واسم کامنت کن.